با یاد حق و درود بر روان پاک شهدای راه آزادی، بالخصوص سید الشهدا حضرت امام مزاری و شما عزیزان گرامی که مرا دیدین و یا خواهد دید. یک آخر هفته دیگه من حضور شما رسیدم. یک کمی زود ممکنه نباشید، اما روز تعطیلم. منتها خدمت شما دفت میکنم، گواه خورم میلم، بعدا شما میتونین ببینین عزیزان دل. خدمت شما شود دوستان گرامی که امروز درباره چندین موضوع گپ میزنیم. یکی فرزندان شیخ حسین علی دوست، یک کمی بحثی نژادی در افغانستان مطرح، مثلا سرصدای رو به پا کردن تازگی یا تاجیک اداره اینا رو بینشون یک تعداد آدمای پوک مغز کوتا فکری در مورد استفاده یک تعداد از تاجیک و فحاشی در اقوام در این باره گپ میزنیم و همطور یک کماکان هم در بحث مورد تاریخ اداره خدمت شما عزیزان گرامی صحبت میکنیم. خدمت شما شما اول درباره فرزندان شیخ حسین علی دوست که خود سید مگه، برتر مگه، آقا مگه، از نور مگه، خدمت شما شما امیر. اول خدمت شما بگم که هزار لعنت به نجات پرستی، کسایی که خود برتر مگه و بهتر از دیگران مگه و تبعیض قائل بین انسان ها، و 100,000 لعنت به کسایی که بس خود پایین تر مگه دست زینا رو موبوسه و دست بوس زیای تبدیل به سگان شده، یا هر دوی زینا را ما لعنت میفرستیم. خدمت شما شما همین جماعتی که خود سید مگه، اینا اول که خود کشتن، خود در پای طالبان هستن. اینا جماعتیه که در طول تاریخ غیر از فتنه‌گری، غیر از خیانت، غیر از جنگ انداختن اقوام و کشاندن مردم در راه کفر و الحاد کار دیگه ندارن. بعد اینا در پای طالبان چسبیدن و بازاری و سجده و همه چیز که خود در اونا چسبان. بعدم که رفت در خدمت ازوا شد، باز مولوی مهدی رو کمرش رو بسته کرد و شورش ایجاد کرد و برو در آن انداخت و هم موفق نشد. در 15-20 خرونجی در کشتن داد و باز جوادیش رفت به حساب در اصطلاح جوادی بلخابی اونجا رفت و باز خوب تقیه را پیش گرفت و به فرد امارت دفاع کرد. دوباره اینا هم در محرم امسال حکم فتوا داد و جهاد داد، بور شوید قیام کنید، کشته هم شدین هرچی هم شدین شوین. بعد که چندین نفرشان سخنرانی ها رو شورای علما کرد و کسی ده حرف یا گوش نداد و اهمیتی نداد و ارزش قائل نشد، خب اینا دیگه شیعه به اصطلاح خودشون تقیه که هسته. حالا شروع کن در راه دروغ و تزویر و دروغگویی و تقیه کن، تعریف کن. همون حرفایی رو میزنه کفرآمیز را که در بین شیعه زدن، امام خدایی ایجاد کردن و حالا در امارات هم حرفا رو میزنه. به حساب اگر این اینا هم یک فکری در حال زنا نکنه، 5 سال دیگه اونا رو هم در راه انحراف میکشه و در راه امام خدایی و در کفر میکشه. حرفایی میزنه کاملا کفرآمیز. جوادی بلخابی بایی که آیت الله حجت چی باز اونجا میگفت که آقا ما کشته هم شویم، خونی ما هم بریزه، ما تیر نیستیم، که به حساب اینا ما نمگذاره که علم بر کنیم و چاقو بزنیم. باز حالیش چند کلمهش رو من میلم، حالا نمیدونم اون چیزی که من دور هست موشه یا نمیشه. به هر صورت میخوایم 4 کلمه حرفش رو بشنوید. مصدق کردن که در نظام امارت اسلامی حقوق بشر پایمال می شود، حقوق بانوان در نظر گرفته می شود، حقوق شیعیان و حقوق اقلیت ها دیده نمی شود و نظام اسلامی برگشته است و 20 سال قبل کنایه از این که در آن ظلم است و استبداد است و قساوت است و در آن ترور است و مخدر است و خشونت است، به این معنا منظور کنایه ظالمین و متجاوزین بوده است. من در آن مناظره عرض کردم امارت اسلامی افغانستان و 20 سال قبل برنگشته است و 1343 سال قبل، زمانی که قرآن عظیم و شأن آخرین کتاب آسمانی برای نجات بشر نازل شد و قوانین نجات بخش را برای ما خدا و سنت نبوی و سیره ائمه
در جهان پر از فساد و تباهی و پر از قتل و غارت و جنایت نصیب ملت افغانستان شده. این فرصت تاریخی از صدر اسلام تا کنون این امتحان الهی برای ملت و مسئولین در جهان آخرت بازپرسی دارد. افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند. این گوهر گرانبها، این فرصت طلایی، این نظام ناب اسلامی، این نظام الهی مبتنی بر کتاب خدا و سنت نبوی و سیره ائمه در جهان پر از فساد و تباهی و پر از قتل و غارت و جنایت نصیب ملت افغانستان شده. این فرصت تاریخی از صدر اسلام تا کنون این امتحان الهی برای ملت و مسئولین در جهان آخرت بازپرسی دارد. آگاه باشیم، بیدار باشیم، هر پدیده ارزشمند آفتی خطرناک دارد. اگر مال ارزشمند است، دانه ارزشمند است، طلای وجود دارد. دوستان اینجا فرصت نیه ما همه زیر بیلیم. یه آدم نظام مقدس مگه، نظام الهی میگه، به مقایسه با پیامبر میکنه، مگه ما در صدر اسلام برگشتیم، زمانی قرآن نازل میشه و همه حرفا. یمی جماعتی که زنان پیغمبر فوش میده، صحابه را فحاشی میکنه، امام خدایی آورده، همون کفرگویی را که کرده در ضد اسلام که امام خدایی جور کرده، همون کفرگویی را ده اینجا میکنه دیگه در زنا. و بعد نظام مقدس بعد فرصت نظام مقدس در صورتی که نظامی خلفا را کسی مقدس نگفت. مثلا نظام ابوبکر را کسی مقدس نگفته، نظام عمر را نگفته، نظام عثمان را نگفته، نظام علی را مقدس نگفته. از نظر مسلمان ها یه سنی یا اکثر مسلمان ها مقدس نیست. اگر مقدس بود عایشه با امام علی جنگید، 4000 نفر کشته شد کنار رود آب، ولی عایشه را کسی کفر نگفت. برابری با پیغمبر ندانست. نظام حکومت علی را قد حکومت پیغمبر برابر ندانست کسی. و عایشه قابل احترام مسلمان ها. همونطور مسلمان باقیمان معاویه با علی جنگید، طولانی هم جنگید. بعدم کسی معاویه را کفر نگفت. امام حسن هم با معاویه معامله کرد، حکومت هم فروخت در معاویه. یعنی نظام مقدس دقیقا همون چیزایی را میگه درباره طالبا که این حکومت جمهوری اسلامی را میگه رهبرش اینا. و اینها با اعلی از او راه نشد، تفرقه نشد، جنگ نتونست بندازه بین شیعه و سنی، از راه تقیه و فتنه‌گری و کشیدن در کفری از این نظام در راه کفر بکشه دیگه. میگه شیطان رفته بود جای یک عابد، هر کاری کت نشد دیگه، نشد، خود خورده شکل یک زنی در آورد، شروع کرد در کنار ازیدم در نماز خواندن، شب و روزها نماز خواند تا او را به حساب در زنا کشید. گفت ما شیطان بودیم تو رو گمراه کردیم. حالا اینا دیگه از او فتنه‌گری های دیگه نشد، مردم میخواست جنگ بندازن نشد. اینا رو نظام مقدس، نظام پیغمبر، نظام اول قرآن و تقدس دشی میره. تقدس که آوردی میشه بالاتر از نظام عمر و ابوبکر و علی و خلفای دیگه، که همین خود طالبان هم چنین ادعایی را نداره و اینا خود بالاتر نمیدونه. اینا مقدس، یعنی بدون هیچ عیبی. اینا خود به عیب نمیدونه، مورد انتقاد باید قرار بگیره. عمر مورد انتقاد قرار گرفت، در مجلسش مردم روش ایسته شد، علی روش تیغ کشید، جنگ ها شد، هزاران نفر کشته شد. و اگر مقدس بود و کسایی که با اونا جنگیده بود، خب بعد اونا بسیار دچار مشکل جدی میشد. اگر نظام حکومت دقیق حکومت رسول الله حساب میشد، حساب پیغمبر، زن پیغمبر با علی جنگید، معاویه جنگید،
که والی خلفای قبلی بود و امام حسن حکومت داد. و ببین اینها فقط راهشان شیطانن، راهشان راه تقیه و گمراه کردن. و اگر اینا شروع کرده ما را که تباه کرد، بدبخت کرد، گمراه کرد، بیچاره کرد، خیانت، هرچی، حالا رفتن بین پشتونها، ولی به زودی اونا را هم تباه خواهیم کرد. هم در گمراهی میکشن. خوش می تعریف کن تو مثل پیغمبری، تو بنابذ بالله مثل خدایی، مثل ملکین مقدسین، شما گناه ده شما نیست، هر کاری میکن ثواب مثل خدا. این چی که میگه پیغمبر گفت که ما اولاد پیغمبریم، پیغمبر گفت که اولاد میگه خرشت و نگین. در صدق پیغمبر اولاد پسر نداشت، بعدم خر شد کنه، خر شده، خر خدا فرد خر شد و میگه که اولاد پیغمبر خر شد و نمیگه. و اینا از این تزویر استفاده میکنن که حالی اونها را از این طرف نشد، از راه تقیه بینشان باره در گمراهی بکشن. اما به حساب شیطانن دیگه. حالا ما به فرزندان شیخ حسین علی دوست همینایی که شما دیدین دیگه که چقدر جیغ میزد که اگر کشته هم شدم مگه جان ما رفت بور شوید در خیابان، قیام کنید که تا نمیم. حالا بازی خود را ورده تقیه عالی حرف میزنن. و اینا جماعت تزویرگر، هزار رنگ، ملحد، اینا هیچ چیز قبول نداره، فقط علی را خدا میگه، علی خدایی. حالا این خیلی خوبه که اینا بین پشتونها رفت، خدا رو شکر، خدا کنه که از بین از ما اینا گم شد، مردم خود را آگاه کنین، بفهمین که اینا را از بین ما گم کنیم. برای از ما اینمی قدر بدبختی و تباهی که از اینا رسید دیگه بس ما بان کمی دیگه همو نفع و خوبی و بدین زیا و پاچه خواری و تبلیغش همیشه باره برای هر کس که ماره، برای پشتونا ماره، برای طالبان ماره. و مردم از ما خدا کنه که از شر از اینا خلاص شوه که دیگه ما دوچاری فتنه ادی جماعتی شیطان صفت نشیم. از این نکته دوم بسی اقوام یک تعداد آدمایی پیدا میشه، مثلا از ادره فوش میدیه، تاجیک فلان یک تعداد دیگه پیدا میشه، تاجیک فوش میدیه، در صورتی که هر دو توطئه دشمنه، اینا رو بین هم میندازه، اینا رو بین هم درگیری ایجاد میکنه. در صورتی که هیچ کدام در ما نقد تاجیک مشکل داریم نه تاجیک از ما. بحثیه که درگیری های بله شده و همونایی که درگیری هم کرده پشیمان از همون درگیری خوب امروز کار درست نبوده. اما یک تعداد دشمن ها بین هم میندازه، میگه تفرقه بیاندازه حکومت کو. یک تعداد دیگه هم هسته که نموفهمه، عقل کافی نداره، بعد اینا شروع میکنن های خوار تاجیک موشون های خوار داره و اینا در حساب خودون خود در قوم خدمت میکنن، در صورتی که اینا در قوم خدمت نمیکنن، اینا در راستای تبلیغات و منافع دشمنان قرار میگیرن. من یک تیکه دیرم میلم تو کیستی؟ گفت من کوی تلویزیون هستم. قصه میکنه برات گریان میکنه، تو گریان که او مظلوم، او مسکین، او مسکین، او مظلوم گریان که قدش من کوی تلویزیون هستم. تن تن دین دین دن سگ بازو کوی تلویزیون دین نستو بابا دی طولو نکشر نستو کشر ولس کشر نستوی اوخان دی طولو نکشر دی او دی ولس کشر دی دی طولو خلق مامای ملت دی ختم. زکوی تلویزیونیم سپدر پرسان کو بگو یک بچه را پرسان کنم تو کسی؟ گفت من کوی تلویزیون هستم. باز بر قصه میکنم میناله و گریه میکنه ای مسکین. بیشین با سینه زنی که ای کوی تلویزیون چرا مرا زده ای؟ سینه ده، سینه بزن. من اونم هستم بچه، من کوی تلویزیونیم. مدال و تقدیرنامه این حالا برد نشان میدم. بسم الله. کلش قصه ما در سرزمین امروز افغانستان، کلش قصه ما قدر شد بیادرتان نستوی ولس کشم. اول ما مدال آوران هستیم، ما دوستای مدکون ما رفته بود، ما درس خواندگان هستیم، ما کسی ننید هستیم. خیمه ما اینا نشان بدیم. تحصیل نامه قصه مفتی اول، قصه مفتی اول، مدال قصه مفتی اول.
خواه میخوانیم متنش. محترم نستوی نادری، دنیا اینستیتوت فار آیر ایژوکیشن، گوش کنین. محترم نستوی نادری، بله بفرمایین. خدمات صادقانه زحمات شبانه روزی و تلاش خستگی ناپذیر شما در راستای اطلاع رسانی. ما هم برد نشان بدیم چه کاردیم بچه کاکا کلش قسم. امروز در افغانستان سیو دنگ 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 اینی گپ میزنن. یه قصای مفتد چی میکنی؟ یه کاغذ تشنا باره در جاب سنتر میبره قطعا بلوک میزنیش. دو تا گو که جنگ کرد خواهی هر کدامش کم میلرزید از او کشال باز. دوستان گرامی، این تعداد زیادی تقدیرنامه و همینطور مدارک میره که ما این تقدیر شدیم و بعد خنده های دی آدم نگاه کن، حرفش نگاه کن. مگه نستوی نادریم خبرنگار بودم در تلویزیون نور. ایرم در ما یک کسی از رفقا رایی کرده. خواستم ما راجب دزیر در شما امروز توضیحات بدیم که اینا خودشم مگه ما یک پودریم. اگه این امی مدالا و امی تقدیرنامه و چیزایی رو که نشان داد راست باشه، آدمی بسیار با استعدادیه که من فکر میکنم راسته مدلاش احتمالا نظر از من شاید هم نباشه. اما یه آدم از عقل صفره، عقل نداره. شما حساب کن ما مردمی از ما هنوز در سطحیه که سواددارای از ما وقتی که میگیم هوش، مثلا نفر هوش در عقل نداره، میگه چطور است که هوش در عقل نداره؟ امور درک نمیکنه. هوش که است از 1 تا 200، عقل که است از 1 تا 21. یعنی عقل سواز هوش ضریب هوشیه که ژنتیک خدادادیه و ایراد کم و زیاد نمیشه. با هر شرایطی بعد زندگی و زمان تولد و حاملگی و اینا 10% پایین بالا میشه. اما عقل میتونه 0 بمونه، میتونه 21 شوه در سطح کامل که با درس خواندن نمیشه. درس خواندن درست نه، درس خواندن های اشتباهی که مثل افغانستان میکنه، مثل مولایی یا مثلا انجمن علمای پاکستان، اینا عقل پیدا نمیکنه. درس میخونه اما عقل پیدا نمیکنه، سواد پیدا میکنه. خدمت شما هر شوه یه آدم نشان میده که از عقل خلاصه. یعنی عقل از 7 ساله نیه، 4 یا 5 ساله. مثل بچه که شاکی یک چیز نشان میده که اینطوری یک اداهای در میاره. و عقل ازی در سطح 3 تا 5 7 نیه. اکثر مردم دنیا عقلش 11 ساله. 7 ساله یادار در نمیره، شرم میشه، یکم مؤدب تره. 10-11 ساله مردم عادی میشه. از او به بالا که شد، عقل بالا اگه 21 بود، در نهایت عقل رسیده آدم. اما هوش از 1 شروع میشه تا 200 که به حساب بالاترین میانگون هوش جهان مثلا سنگاپور 108، اروپایی ها 100، ترکیه 90، مثلا افغانستان 84 85 فکر کنم، ایران 84. خدمت شما هر شب ضریب هوشی آدم ها معمولا اکثر 100 است، تا دور بر 100 105 110. اگر از 130 بالا شد ضریب هوشی، مردم رو دیوانه میگه. دیگه حرفش نمیفهمه. نه حرفش نمیفهمه، چون حرفی از رو نمیفهمه درک نمیکنه، او رو میگه دیوانه. و یک آدمی که عقل 5 ساله دارم، مثلا ما گپ دیم تو گپ دیم، میگه دیوانه، نمیفهمه. یعنی حالا خبرنگارم باشه، استعدادم داشته باشه، درسم خوانده باشه، وقتی عقل نداشت اینطوریه، مثل از این نستوی نادری میشه. خدمت شما شوید احتمال میدم آدم بسیار با استعدادی باشه، استعداد داره، اون مدالا چیزاش تقدیرنامه‌اش ممکنه راست باشه، نیمه نسبه یا کامل، اما عقلی هیچ نداره. یک از دلیلی به عقلشه که خودش میگم من پودری تاجیکی، آدم پودری شده. انسانی دارای عقل و شعور پودری نمیشه. یعنی یک عقلی 10 ساله پودری نمیشه، عقل 6-7 ساله پودری میشه، 5 ساله 3 ساله. و به اصطلاح روی عقل دقیق دو سال چیز نمیخوانه که ما بگیم که مثلا یک کودک 10 ساله میتونه بله، کودک تا 18 ساله عقلش درست کار نمیکنه.
16-17 ولی این ضریب عقلی رو که حساب کرده 10 سالش یه آدم نرمال آدمایه که در سطح اکثر مردم 10-11 ساله عقلش از عمومی 80% مردم اینا عادت چی نمیشن مثلا پودری نمیشه. یک نفر اگر عقل 11 ساله رو داشته باشه از ضریب حساب خودی عقلی نه سال خود چی یه آدم نموره پودر بکشه آدم با شعوریه و یک پودر میکشه 6 ساله 7 ساله 5 ساله اینایه در عقلی و یه آدم پودری شده و دوم دیگهش میگه آقا ما کوی تلویزیونیم برید گریه کنید ناله کنید که ما را زد. خب یک جماعتی با چیز که گریه نمیکنه گریه از من یا گریه را برای از ما فرزندان شیخ حسین دوزه ورد گریه کار آدم های ضعیفه چرا گریه کنیم اگه دو حساب کنیم ما بگیم ما کوه اسکادیم ما کاخ دارالامانیم ما پانتونی کابولیم خب یه هم هسته دیگه شما از سر کوه رفته فرض کنیم او افتخار نمیشه از کوه رفته زده مثلا زن و کودک اینا رو اشتباهی که دو افتخار کنیم اما در این انتقام باید بگیر در انتقام چه در یک شب 12,000 نیروی نظامیش رو کشتن در انتقام افشار 1600 وسایل زیریهی و تانک و موتوریش رو گرفت اینی رو اگر بگی که مثلا بدی کردی بدی شنیدی و کسی که جنگ میکنه یه آدم اصلا آدم بیشعوره جنگ کردن اصلا افتخار نداره هر کسی که جنگ ایجاد میکنه جنگ میکنه اما اگر کسی آمد با تو جنگ کرد کسی که دفاع میکنه از حق او افتخار داره یک شما کوی تلویزیون این قدرت دادیش چون بود رفتید زدین فرض کنیم که افتخار نداره افتخار او داره که شما آمدین قتل عام کردین زور گفتین و کوی اسکاد از شما گرفته شد پانتون گرفته شد کوی افشاره که گرفته بودین دوباره گرفته شد کاخ دارالمان گرفته شد این رو میشه افتخار بگی که یک نفری که زور گفت مقابل زور استاد شد حالا ما استشم بگیم ما کوی اسکادیم ما کوی افشاریم ما کوی اینا چیزهای بیخوده و او زمان هم دشمن ما رو جنگ انداخت اگر مش اشتباه نمیکردن در حرف ایران خودشان اعتراف میکنه تو که یه جونجی نبودی تو که غیرت چرا هم نداری بازوی خودتون تو کجا بودی وایی که در اونجا میجنگید اونا لاقل یک مردانگی داشت ولی امونا نمی دیروز پریروز بود همیشه اعتراف کرد گفت همیشه اشتباه بود عطا محمدی نور بود که دوکو بود مسعود بود که دوکو بود به حساب مارشال فهیم بود تو که نبودی اونمونا امروز ابراز پشیمانی میکنن رسما اعلام کردن عطا که ما همه اینا اشتباه بودن و درسته اینا اشتباهات اتفاق افتاده ولی ما نباید دشمنی بین اقوام و گبی دودن احمق دیوانه نافهمی از این بالا میشه و از اون بر یعنی مردمی از ما در زیر چیز از 1000 نفر 600 نفر می گپ شو گوش میکنن کسایی میگه به زیر گوش میکنه که عقلش هم قدر خود ازی بشه چون برای از کسی حرف کسایی برای کسایی مهمه که در سطح ما آدم عقل داشته باشه یه عقلزی که نمی 4-5 ساله اونایی هم که حرف دیر گوش میکنه هم عقلش 4 ساله 5 ساله از 7 ساله بالا نیه جمع میشن یک تعداد و در فایدی برایش جالب میاد چون حرف یک کودک برای کودک جالب حرف یک کودک در بورد سخنرانی یک پروفسور و ازلش سر میاد ولی اگر در یک بادی کودکانه باشه که مثل میزی چیز کنه کودکا جمع میشه چقدر خوشحال میشه خود ناخوده و چیز بوده و چی کیفی میکنه ولی اگر کودک شما یک کودک 6 ساله رو زیر سخنان استاد دانشگاه نه چیز مفهمه نه استمشه اونجی یعنی هم کسایی که میگه باید زیر گوش میکنه کسایی که می سخنای زیر گوش میکنه که همه بیننده داره در لایف خوبی همه تشویق میشه مردم افغانستان بخش بزرگش از نظر عقل بسیار مشکل داره بسیار پایینه در سطح امزیه دیگه حالا یک کم بالاتر پایین تر یک سالی سوسو که اینی حرفای مفتی کلدی که مورد سوء استفاده دشمنا قرار میگیره یک آدمی قول خودش میگه من پودری یک آدم پودری خواهر خور مفرشه مادر خور مفرشه زن خور مفرشه همه چیز خوره یه اوره که اگر 1000 روپیه بیدی که هر چیز میگه دیگه حرفیزو که ارزشی نداره چی عذرا باشه چی تاجیک باشه چی اوقا باشه پودری کسی که زن خود بفروشه به خاطر مثلا پول وقتو به خاطر پول قوم خود نمفروشه وطن خود نمفروشه زید یک قوم دیگه گپ نمیزنه آیا گپ از ارزشی علمی داره ارزشی اجتماعی داره ارزشی فکری داره نه هیچی نداره
ما میخوایم، چون هدف از ما درباره ازی گپ نمیزنیم، چون ارزش گپ زدن نداره که ما بیم روی گپ از او گپ دیم. در شما مردم میخوایم، چون حقیقت ها رو میخوایم مردم از ما بفهمه، میخوایم در شما مردم بگم که این کارا به حساب دست دشمن کار میکنه، دو قوم با هم دشمن کن، در جونزو بچست بود، در جونزو بچست، اونا کار خود بکنه. مگر دو دوز بود سر یک خر در زد و خورد، دوز سوم آمد خر را زد و برد. اینا دفتر کلی خود بیزن مکوی تلویزیون و مکوی افشار و مکوی اسکادم و از اونجا اونایی که میخوای کار خور کنه کار خور میکنه. و اینا آدمایی که سر تا کجا از یار حساب کنیم یک سنار نمیارزه. یک آدم معتاد، یک پدری یا از ازاره یا از تاجیک یا از اوغو یا از ازبک، که آدم پدری کسی که ناموز خور میفشه باز تاکید میکنم داشتم، همین کسی که زن خود، خوار خود، مادر خود به خاطر پول بیده، او به خاطر پول دیگه یک کار دیگه نمیکنه، زدی یک اقوام گپ نمیزنه. یک چیز طبیعیه. دوستان من میخوایم بگم که بحث از ما، هدف از ما آگاه کردنه، ای از این جهت. اما اگر ما بخوایم میگه نژاد تاجیک اتر می تاجیک، اگر نژادی حساب کنیم، امروز از فضا گرفته تا روی زمین، از فضا تا روی زمین میشه هرچی دستاورد از نژاد است. ما شما در خانه رئیس جمهور آمریکا مگر بوری میبینی تلویزیون و مانیتور و کامپیوترشی ساخت امزی نژاده. ولی در خانه از ما تو الان تو حساب کن یک دانه وسایل آمریکایی ما پیدا نمیکنم، اما تو برو در حمامی زن خو نگاه کن وسایلش ببین چقدرش ساخت امزی نژاده. اگر نژادی حساب کنیم، اگر کلی ما نمیگیم تاجیک بد، کلی تاجیک حساب کنیم، یک دانه دولت حکومت داره. یک حکومت تاجیکستان یک حکومت صحیح هم هست، مورد قبولی از ما هم هست، اما کشور خوبی داره کردن، نه بد نه خوب، متوسط. اما اگر ایری بریم نژادی، قد نژادی از مو، قد نژاد زرد مقایسه کنی که بود دیگه صفر، که هیچی، که پریکا هم نه، هیچی نمیشه، ذره هم نمیشه، یک ذره کوانتوم هم حساب نمیشه. اما بس اینجایی که بس نژادی نیه، بشر همه برابره، همه از نظر انسانیت تمامی بشر یکسانه، اما از نظر فکری و دستاورد بله متفاوته. اگر از دستاورد حساب کن، دستاورد از مورش کس اصلا قابل نیست که ما تو به بوگی که ما بیم قدر شما این نجات به برآورد کنه که آقا شما چی دارید، ما چی تاجیک، که هیچ قدرت های بزرگ نجات سفید که صنعتی ترین جزوی صنعتی های چیز نمیرسه. اقتصاد امروز جهان حساب کنی، شما هر یک دانش حساب کنی، اگر ژاپن حساب کنی، اگر کره حساب کنی، اگر چین حساب کنی، اگر به اصطلاح بری هم مغولستانی که تازه استقلال کرد 3 میلیون نفر در خود قدم افغانستان برابر کو یا قدم تاجیکستان، ببینی کجا و کجا. بس این نیست که ما روی از این بحثا چی کنیم، بس یک انسان برابره، انسان همه یکسانه، اشتباهاتی شده، کوی تلویزیون تو شده، کوی اسکاچ رو ما شدیم ایشی، ولی اشتباه بوده. امروز دشمن بین هم دودن حرف دودن معتاد و دودن عائله‌ای در جان هم نیفتیم. این بحث ازی. اما بحث ازی که ما بگیم که به حساب مگه هزاره مردمانیه که غنی ترین فرهنگی تاریخ بشر داره، هیچ ایرادی در فرهنگ زنانیه. شما من میگم برای امتحان همین هر کسی میگه یک ولایت 10 سال در اختیار اداره بگذاریم، مزامین میمدم پیش از شما، بعد از 10 سال اگر از هر منطقه کشوری ولایت منطقه که حساب میکنی پیشرفته تر نبود مرا اعدام کن، اما دخالت نکنی. مثلا بامیان مگذارین، ورزگان مگذارین، سری پول مگذارین، گدای کندی 10 سال در اختیار از ما بین، هیچ هم ندین، با همون امکاناتش بین، فقط دخالت نکنین، در جون مکوچی ری نکن، درخت های ما را قطع نکن، گسپور در زراعت ما را نچرنین، بگذارین که ما چی میکنیم با همون امکانات ازی. 10 سال بعد مال هر کشوری را که شما حساب میکنین بیاد که دمو حد امکانات داشته، از نظر امکاناتی که در اختیارش هست دو برابر از زمین ولایت از ما باشه. من نمیگم برابر، 2 برابر هم داشته باشه، از قبلش هم که آباده. 10 سال بعد اگر یه از او پایین ماند،
از نظر امکانات و چیش حساب که دو برابر بودجه هم داشت تعلق بگیره. امو ولایتی که از نظر جمعیتی و برابری قضیه برابر کنه، 2 برابر امروز ولایت داره بودجه و امکانات اختیارش قرار بگیره. ده نیست. اگر 10 سال بعد از او پیشتر نشد مرا اعدام کنید. امتحان کنم این موضوع را. فقط 10 سال شما امتحان کنید، فقط دخالت نکنید. دیگه 34 ولایت شما یک ولایت برین در اختیاری اداره، در اختیار یک اداره سالم، نه نوکر ایران یا نوکرای خودان خونایی که سگ شده. دخالت نکنین، کار نگیرین، مانع کارش نشوین. به حساب برق جور کرد، او جور کرد، کشاورزی کرد، درخت را نکن، کوچی دجوش. 10 سال بگم اینا رو کار نداریم، ببینم اینا چی کار میکنه. بعد 10 سال اگر با هر منطقه از هر شهر از منطقه که دم همون قدر امکان 2 برابر از امکانات دمی 10 سال اختیارش قرار گرفته باشه. اگر فرض کن میگم که $100,000 امکانات از ولایت بده و همون قش مقایسه هم کنیم $200,000 امکانات داشته. اگر 100 میلیون بده 200 میلیون. و قبل از اون که هم آباد بشه، اونجا که بز ویرانه، اون که آباد هم بشه، اگر از همون قدم زو برابر از او بهتر نشد، من میگم مرا اعدام کن. ما مردم نمگذارین کار کنیم، نمگذارین. اگه بگذارین ما این کشور مثل همون کشورهای دیگه که نژاد زرد ساخته، اونم تو کشور اول دنیا جور میکنیم. شما میت کوی تلویزیونیم که ویچی فلانم درخت کاشتیم و قطع میکنیم، او جور کردیم چپم کنیم، خانه جور کردیم آتش میزنیم، گندم کاشتیم میدوره گسپو میچرینید، کار کردن نمیلین. زمان زایر و داود چاقو ساخته بود نفر که آلیاش که فولاد مو برید قطع میکرد، او برد زندان کشت. صنعت کدو نمیلیم. نظره تمام تکنولوژی خودش میسازه، همه چیز خودشون میساخت، هم دیگر هم یاد میداد. از همین بود که در کوه‌ها وقتی که اینا مورد حمله قرار گرفت با قدرت انگلیس رفت زنده ماند. ما مردمی سلطلب، مردمی شجاع، مردمی خوب، منتها اینا غیرت از دست دادیم، دفاع از خود نمیتونیم، خیلی بده، این رو باید برگردانیم. و بهتری اینمی نجات از نظر هوشی. خب بیر ما نمیگیم، سازمان ملل میگه بالاترین ضریب هوشی رو داره. این به این معنا نه که فکر کنیم ما بگیم ادعا کنیم میسه سیدا ما شما بهتریم، حق بیشتر. نه، ما هیچ حق بیشتر نداریم. هوش ژنتیک آزمایش بین المللی نشان داده که داریم. ما توانش هم داریم. کشورهایی را که در اختیارات ما بوده، شما نگاه کنید که چی شده. تاج دنیای و اینیه که عزیزان یه حرفا رو نکنید. اگه ما مدال میریم، اگه هرچی میریم، خب میریم از کشور بدیسیم بشه آباد میکنیم. هم یک ولایت امتحانی ده ما بیدین، ما نه جنگ طلبیم، نه اشغالگریم، نه میخواییم شما از ما اطاعت کن. بعد میگم ما قوم دومی به حساب افغانستان که هستیم. یک نفر جنسیش ضعیف بوده، زن چه ناراضی بود، زن خور مگه برو او گرم که گفته موشه، گفته شد که موشه، نشد مسمایش که موشه، گفته اگر شد موشه و اگر نشد مسمایش رو برد جیب ایه خودین دست. عالم عزیزی من، اگر بودی اونمون قوم اول بود، نبودی و قوم دوم در جیب بابایت پرتو، چی به درد میخوره؟ قوم اول منظور میگه که برابر بشه با دیگران، هیچ کس بالا پایین نباشه. اگه قوم دوم سوم بود اما دوم برد جیب بابا پرتو، او چی خاک در سرت شه، او چی به درد میخوره که تو افتخار کنی ما قوم دوم، که ارزش نداره. و از اون که دخواه مرد بهتره که یک انسانی به قوم دومی رو بپذیره، از نظر فکری بپذیره. یا آدم انسان نیست. کسی که پایین تر بودن از دیگران رو از نظر فکری بپذیره او سگه. به تاکید میکنم سگه. یک وقت مجبور زور، خب یک نفر زور میگه حساب، ولی یک تو از نظر فکری پذیرفتی که من از او پایین تر و مو قوم اول ما قوم دوم او بهتر ما پایینم، یا ما پایینم و بالاییم، تو سگ شدی، تو دیگه هیچ ارزش نداری. از نظر فکری که پذیرفتی، حساب جبر و زور اینا یک حساب دیگه، از نظر فکری پذیرفتی، فاتحه تو خوانده دیگه. یه چیزی از این عذره از رسمش نگاه کنی، از رسومش نگاه کنی، هیچ چیزی بدی ما با این رسم از را پیدا نمیتونیم. از نظر فرهنگش نگاه کنی، شما حساب کن اشعار یکی از بهترین روش فرهنگ از ماست. یک نفر میخواد خانه بسازه، همه جمع میشه براشو خانه رو میسازه. میخواد یک گندم خورد درو کنه، مریض نفر نداره، همه جمع میشه درو میکنه. نیماوری که میگه، نیماوری که یک نفر ازدواج میکنه، میخواد خانه نو بسازه، همه کمک میکنن، دستا هر کدوم یک چیزی میدیه و خانهش آباد میشه، زندگی میکنه موره. و از او گذشته باز وقتی که همون عروسی میکنه، یک دستمال در وسط دستمال مقدار شیرینی و مثلا
با اون پیستای کوچیک جور کنن، ده هر نفر میدیه به عنوان یادگار که از عروسی فلان، که یعنی او نفری که نموری هم میگیره سپاسگزاری میکنه از کسایی که آمده در مراسم شیر کمک کرده، گر هر چند ناچیز ولی سپاسگزاری. این فرهنگ بزرگیه که هیچ قوم دیگه نیست. ما مردم هم بدی رو میفهمیم هم خوبی رو، یعنی که اونا خوبی میکنه کمک اون زندگی شه. این نوخانه قدر توان چه مر چند کیلو شیرینی میخره داخل دستمال، در نفر یک دونه دستمال میده، تشکر میکنه ازش. و از او که بگذاریم سفر خرجی، یک نفر ما رو مسافرت رفیق شد دوست چی می سفر خرجی میدهدشی بدون هیچ توقعی، گدایی هم نیست، سفر خرجی بر سفر خرجی ما رو مثلا سفر خوره خب کمک کرده. یک نفر خانه میسازه، خب یا خانه چیز کرده پول مولش خلاص میشه، وسایل نداره، خانه نمیده، هر کس و یک خانه وسایل میاره، یک چیز که به حساب زندگیش رو برا شود. شما ببین این خانه نوی مثلا جشنی برای سرگرمی و شاد ماندن، زمستان جشنی برف میگیره وقتی که کار نداره، وقتی کار ندارن میان شروع میکنن در درس زمستان. اما 3 ماهی که برف کار و مسئول جمع کردن نبود، ما رفتن درس میخواندن، بعد جشنهای داشتن خوش میگذراندن. مثلا جشن برف، اولین برف مور برف که مو بره در آبادی دیگه، و آبادی دیگه گور گیر کرد مهمانی از باید ای آبادی ور مهمانی بده، اگه او اونجا رفت همون نامه برف داد و پس آمد اوی رو مهمانی میکنه، به خاطر که خوش بگذره. مهمانی میکنن، یک رسمای سرگرم کننده ایجاد میکنن، کیف میکنن. بعد اتنگ از مویه که مثلا والی پشتونا میکنه، در تاریخش هم شما برین که 25 در گوگل هم سرچ کنین مغولیه. مثلا رقص پیشپو داریم دیگه، بازی های انواع و اقسام بازی ها، اینا به خاطر سرگرم کردن و شادماندن و جشن دهقان و که به حساب مردم زمان فراغت خود شاد باشه. بعد خدمت شما شود لباس های زنای ما که دست نخورده مانده، لباس های بسیار زیباییه، همه دارین میبینین که الان یک لباس های دیگر آوردگن دفعان مگی روی قدر دیگه موضوع سنگین دبه. بهترین لباس از مویا، از پارچه نرم و ملایمی که بدن اذیت نکنه، ابریشم دوزی، ابریشم بسیار ظریف و قدر ظریف دوخته میشه که به اصطلاح زیبایی بره. من اینجا یک نمونهش در شما نشان میدیم که هنر دستی زنان هداره. از این نوع ابریشم که روی دستمال دوخته شده، روی پیرهنشان دوخته میشه، با دست با ظرافت خوب و لباس، زیباترین لباس جهانه. لباس مردای از ما می لباس که الان میده، لباس که از هند آمده، یه لباس از منیه برگه. ما دو نوع برگ داریم که معمولا از موی سرخ گوسفند درست میشه که مزاری را ما گفت پیری پشمینه پشت برگ ما پوشید، کت و شلوار برگ نازک، بسیار نازک مبافن برای هوای نسبتا گرم و بسیار کلفت مبافه برای زمستان، که این لباسی مثل کت و شلوار امروزه. بعد بلی ازی چپن داریم که پالتو میشه، چپن که زیباترین لباس دیگه. بعد دو رقم پتلون داریم، یکی پتلونی پخته پور داریم که برای زمستان گرم مثلا داخلش پخته پور میشه، یکی برگه، یکی کورتی پتلونی معمولی که نازک برای تابستان. اینا کلاه قراقل داشتیم، کلاه گوش. قراقل کنه کرزای سر میکرد همیشه میدین که از پستی بره درست میشه، زیبای. کلاه گوش که برای زمستان گوش ها را موپوشن، همون منطقه سرده موپوشن. این کلاه گردی که آمده از تاجیک آمده، این کلاه خودمونیه. خب تاجیک هم جز به قوم از ما حساب میشه، ولی ما بعدا توضیح میدم از اونجا آمده. و این از این لباس مردای ما. از نظری کفش های ما موزه بوده که موزه چرمی، بعدم روسی موزه پلاستیکی آمد، کرمیچ، بوت آهو که از پوست آهو درست میشد یا از پوست گوزن، چون مگه ز چرمی گوزنش برآمد صدا، که مثلا محکم بوده. بعد چاروق برای زمان کار کشاورزی بود که چاروق در کشاورزی خوبه، نرمه، خاک داخل پای نموره. پیزار بود که کفش زیبای دیگه او یک نوع دیگه شیه که ما الان اینجا نمیدونم چرا تشریف کنم. یه ازیه در صنعت تمام وسایل خودمون می ساختیم.
از آهک زوب میکردیم، بارود مو میساختیم، ریختگری را خود از را میکرد، کاسه خورا، ظرف خورا، همه چیز. و دیگران هم یاد میدادیم، همکاری میکردیم، حسن همکاری داشتیم، حسادت و بخیلی نبود، راستگویی، به حساب، به وفاداری به عهد و همه این کارا را که ما میکردیم، ما مردمانی، اینا جزء فرهنگ از ما و فرهنگ از ما غنیترین فرهنگ در تاریخ بشر، اگر که هیچ ایرادی کسی در فرهنگ عرب نمیتونه بگیره. یعنی خودزنی که میگه که اون نفر میگفت گریه کنین مرددی، از فرهنگ عرب آمده. گریه فرزندان شیخ حسین علی دوست شش برا آورده. ما مردان گریه نبودیم، ما مردان انتقام بودیم. اگر ظلم میده و مشت انتقام خود میگرفتیم، چرا گریه کنیم؟ توی که کوی تلویزیون بودی بابا امکانات، خب ما رفتیم کوی ایسکاد و کوی کاخ دارالمان و پانتون شدیم، انتقام گرفتیم. یکی افتخار نداره، جنگ کلا افتخار نداره، ولی خب انتقام افتخار داره، انتقام خود بگیریم. و یه عزیز دوستان گرامی، هر وقت که مهمان در خانه از عربی هر وقت روز بشه او رو غذا میدیم که مبادا گرسنه نباشه. یه از دیگه مردم نداره، بهترین از فرهنگ از ماه. هدیه از راه دور، یک نفر مسافرت ما رو نشانی رهی میکنه، هدیه، که اون نفری که در اونجا هست یادش بیاد، خوشحال شد که فران مثلا در اروپا بود، در آمریکا بود، کجا بود، ما یک نشانی رهی کرد. ببین چقدر نیکه، چقدر خود از چیز نیست، یک چیز کوچیک، یک انگشتر رهی میکنه، یک چیز دست یک نفر ما رو نشانی، اما ارزشی از او، ارزش معنوی از او بالا، که فرهنگ از ما رو نشان میده که چقدر فرهنگ در موی فرهنگ از ما که بوری شما چیزی بد پیدا نمیکنیم، مثل فرهنگ بعضیا که زن فروشیه، که بچه بازیه یا قسمای دیگه. بعد خدمت شما عرض شود که به حساب نشانی رهی میکنیم. یه از بعد ما عهد خود هرگز نمیشکنیم، پابندی به عهد. فرض کن اگه یک نفر مسافرت مورم، میگم در همسایه میگم خانواده‌ام دتو سپرده، من مورم، این نفر یک اتفاق پیش میاد، مثلا 10 سال نمیاد، اگه خانواده خودش هم گرسنه بمونه و گرسنه نمیاد، چون عهد کرده، به حساب در گردن گرفته، ده کرده. و از او که بگذاریم به حساب وقتی شکار میکردن، اونم گوشت شکار رو ده همه تقسیم میکرد، یا اونم رو پخته میکردن همه با هم مخورد. ما رفت یک جمعی 2-3 نفر 4 نفر شکار، یک شکار 2 شکار میزد، اونم میاره در آبادی، یا تقسیم میکنه، اگر نه یا معمولا در 90% پخته میکنن با هم مخورن. اینها جزوی فرهنگ و آداب نیکیه که ما در مورد که میگه مغول، بی خود مغول نمیگه، ما مغول و نامغول داریم. نامغول کسایی که اینی فرهنگار نداره، این چیزهای نیک نداره. دوستان تشکر از تمامی کسایی که نوشته کردین، پیام دادین، سلام گفتین، از همه شما تشکر. رو تک تک ما بعدا اگه وقت میخونم از همه شما عزیزان تشکر بابت نوشته های شما، چون داره میگم میزنم ولی نمیشه وسط زیاد بشکنم. خدمت شما عرض شود. یه اتحاد و همبستگی و پاکی و درستکاری ما نشان میده و بین از ما ویروس آمد، فرزندان شیخ حسین علی دوست، که ما را در این تباهی کشاندن لور به حسابش سیوه. دوستان گرامی، بعد از او که بگذاریم، بعد که میان بعد ها تعریف میکنه که گذشته از ما، که فلان از ما، که از این حرفا شما حساب کن، چیزهایی که از اجداد از ما مانده، از چنگیز خان مانده، مثلا مثل آزادی ادیان. قبلا یک دین میمد، دین دیگر نابود میکرد. آزادی ادیان ما بنیانش گذاشتیم، گفتیم دین ها آزاد بشه و مالیات از معابد نمیگرفت چنگیز. برابری زن و مرد در قوم از ما برابر بود. ما گفتیم فرمانی که صادر میشد به نام خوانین و خواتین، این به نام هر دو صادر میشد، زن و مرد. دخترای از ما جنرال بود. دختر چنگیز شرط داشته بود، گفته برای ازدواج هر کسی که مرا در جنگ شکست داد، به حساب مبارزه جنگی دیگه، من اون رو شروع میکنم 1000 اگه شکست خورد دست پس میگیرم، اگه شکست خوردم دست پس میدیم شویم میکنم. 1000 اسب، 10,000 اسب گرفته بود، 1000 نفر جنگجوی از سر تا سر جهان آمده بود، شکست داده نتونسته بود در رسمی.
مثل عقاب مگر روی دشمن به حساب به حمله میکرد. همین نیشابور که اینا قدر گریه میکنه که 1 میلیون مور کشته که فلان کرده، دختر چنگیز خان بود در 100 نفر. یک روز مقدر یک از یا بحث شدم اینا که دروغ میگه، اونجا 100,000 بیشتر ظرفیت نداشته نیشابور. بعد گفته من خاک در سر شما شوه که 1 میلیون شما را یک دختر قدر 100 بکشه. خب شما خیلی بی غیرت بودین. حالا بگذاریم از این که برابری زن و مرد، یا مثلا شما حساب که آثاری که گوهر شاد خاتون مسجدی که امام رضا ساخته، گوهر تاج خاتون که در هرات ساخته، که اینها هر کدامشون حکومت میکردن زنهای از ما. تاج محل برای عشق ساخته یک مغول در هند، برای یک زن دوست داشته تاج محل. شما حساب که ما چقدر باشکوهیم. و مثلا تیموری لنگ گفته بود هر کسی که در توان و اقتدار از ما شک داره به بنای ما نگاه کن، چون بنا کسی نشان اقتدار کشوری که اقتدار داره بنای خوبم داره. شما حساب کن مثلا اقتصادی به کشور عربی رفته بالا، برج خلیفه زدم آمریکا بالا بود، مثلا برج دوقلو داشت. گفت اگر به اقتدار و شکوه از ما شک دارین بیاین بناهای از ما نگاه کن. تیموری لنگ، او تازه تیموری لنگ گفت بیمانده چنگیز و هلاکو و قبلای خان نایشی. خدمت شما شود که به اصطلاح برابری مرد و زن، من شکنجه، چنگیز شکنجه را ممنوع کرده بود. برید بهرام مشیری یک دشمن ایرانی، خود دشمن دارم میگه، طوفان زد تاریخدان ایرانی که نوشته یک دشمن، برید نگاه کن چی گفته درباره چنگیز. یک تعداد یوتیوبر دروغگوی میاد تمام جنایت های عرب در پای چنگیز میزنه که آدم های بی ارزش بی وجدان. تاریخ نویس باید وجدان داشته باشه، وجدان تاریخی داشته باشه، آدم های دروغگوی. و خدمت شما شود من شکنجه، پاک نگه داشتن آب. تو ببین آب امروز چقدر ارزش، تمام دنیا میگه آب آلوده نکن، آب پاک نگه می‌داشت و گفت آب باید آلوده نشود. در روز زمانی که آبم زیاد بود، ولی پیش بینی رو ببین، بینیش بالا رو ببین. کسی آب آلوده میکرد مجازش مرگ بود. بعد نظم ارتش های جهان، این نظمی که امروز ارتش ها هست، گرهان و گردان و لشکر و کندک و طوله، این از چنگیز مانده. اون این نظم قبلا ارتش میتونست 20,000 بشه، 30,000 بشه، 50 بشه، 100 بشه، نظم نداشت. گروه هایش میتونست 50، ولی این نظم داد. مثلا اگر یک طوله 10 نفر، 2 طوله 20 سری میشه یک جای کنی، اما نظمش باید باشه، فرماندهیش، تعدادش. به نظم ارتش های جهان که به اصطلاح از چنگیز بزرگمند از مویه. که در آزادراه اتوبانی که امروز در دنیا هست، از موی جاده ابریشم ساخت آزادراه مثل اتوبان که وقتی از این حرکت میکرد، مثلا چیزایی که عجله داشت، جرس گردون اسب بسته میکرد، اسبای جرس دار زنگ میزد راه رو باز کنن که سرعت کم نشه. آجر آمبولانس و آجر پلیس ازی گرفته شده که چیزی که عجله داره به حساب کاروانی که در راه حرکت، وقت صدای زنگ میشنه فوراً راه رو باز کنه که سرعت کم نشه. و امروز هم وقتی که آجر پلیس میگیره، موتورا دو طرف ما راه رو باز کنه، آمبولانس از چراغ قرمز هم رد میشه. و این آزادراه و آجر آمبولانس و پلیس. منع بردهداری یک از منفورترین کارهای بشره که چنگیز منع کرد. بردهداری رو منع بردهداری. سیستم تحصیل عمومی که امروز در دنیا هست که دولت ها تحصیل میده، درس میده، چنگیز بنیانش گذاشت. بخوانید تاریخ. نیست بید رد کن، اگه مردن بید با سند رد کن، اینا نبوده چید. بنیانش چنگیز گذاشت. تا وقت هر کس پول داشت درس میخوان، نداشت نه، بچهای خانمان، دولت دخالت در تحصیل نمیکرد. سیستم تحصیل عمومی چنگیز بنیانش گذاشت. بعد رایگانه سیستم پزشکی، اون در مستندی که BBC ساخته هم هست، برد امور لاغل کن نگاه کن. سیستم پزشکی درمان عمومی که سیستم درمانی است که امروز که دولت حمایت کنه رایگان برای مردم سیستم درمانی شود، چنگیز بنیانش گذاشت. سیستم پوست رسانی
به این سبکی که الان پست برسانه. وقتی یک نفر یک نامه رو میده، یک پادشاه در جای برد از دست یک نفر، سیستم پست رسانی نبود. باید کسی رو میشناختی که نامه میدیدی که در اداره پست سیستم پست رسانی چنگیز بنیانش گذاشت. در روز 200 تا 400 کیلومتر پست میرسند. هر 40 کیلومتر یک پایگاه زده بود، اسب نو میداد. اگر استقرار بود، مثلا الان دو رقم پست دیگه، یک پست سریع، یک پست نرمال. پست نرمال 200 کیلومتر در روز اسب میتاخت، پست سریعش 400 کیلومتر. هر 40 کیلومتر اسب پای تازه نفس بود میداد که اسب 40 کیلومتر بیشتر بود خسته میشد، نمیتونه یک اسب 400 کیلومتر خود نمیتونه بود یک روز دیگه. باید در اینجا که 10 اسب 400 کیلومتر که بوده 10 اسب وزن شد، 200 کیلومتر 5 اسب که این پست میرسن. اینا گوشه هایی از دستاورد وقتی قومی حساب کنی از قوم از ما نمیگم که اینا ما بهتر از دیگاییم، نه خدا ما رو بهتر آفریده، نه نوریم، ولی استعداد توانایی که ما داریم، خب هر کس یک استعداد داره در شرایط منطقه‌ای یا چیز تاثیر میکنه. اسب مسابقه یابویه هیچ وقت نمیتونه اسب مسابقه شه، یا خر اسب یک نژاده، اما خر هیچ وقت نمیتونه دست برسه. اما این نیست که در خلقت برتر بوده، یک چیزی پیش آمده، خب یک جای هوشش بالا رفته، یک جای پایین رفته، مثل رنگ و پوست و قیافه. ماهی یک جای سرخ، یک جای سیاه، یک جای سفیده، و یک جای هوش بیشتر رشد میکنه، یک جای کمتر. ولی انسان از نظر انسانیت برابره. این حرفا رو هله کن. اما اگر از نظر شما میخواین بگین بید مقایسه کن، اما کدام شما هر کسی که میگه که ما فلان چه کار امی یک دهمی امی دستاوردهای از ما داشت، یا می رسمای مردم خود بسنجه کدامش با این رسمی از ما برابری میکنه. عشق در ما احترام داشت، ما که عاشق میشد همه جمعش دونمونا رو عروسی میداد. زنا در بین مردم از ما نبود، سالها اتفاق میافتاد اگه یکی میشد. دزدی نبود، دزدی میکرد مردم میفهمید که سعید دزدی کرده. مفتی اگه مال باردش بود یخنش میگرفت، اگه نبود گفت سعید بزدوزه. و اینا را آمدن یک تعداد به حساب ملایان و جماعتی که سید مید پیدا شدی بعدن دی 50 سال اخیر ما را شرف و عزت و درستکاری ما رو نابود کردن. ما چرا میگم باید این شرف و عزت درستکاری ما برگرده، بهشت بود زندگی بری از ما. شما تصور شو بکنید یک جماعتی هر کدام شما بیاد یک چیز بگین دروغ همین چیزایی که من میگم، همیشون میدین از مادرها از پدرها بپرسید یک جماعت چنین زندگی کنه واقعا در بهشت هسته یا نه؟ بهشت ما میسازیم ولی الان جهنم ساختیم. الان اعتماد نیه، در کلامی کس اعتماد نیه، در سخنچه اعتماد نیه، همه دروغ میگن. مادر در فرزند مادر خراس نمونده. یه کی ورده فرزندان شیخ حسین الدوز ملاها سگان ایران ما معتاد اصلا نداشت. در افغانستان تریاق از سالیان ساله بود، از ذره تریاکی نداشت، از ذره فاحشه نداشت، از ذره خمارباز نداشت. خمارباز اگه بود سعید بود. از ذره لیواد نمیداد، دیگه دانه بین اداره لیواد میداد سعید بود که اونای خود برتر میداد. و ما باید در اصل خود برگردیم، باید تلاش کنیم مردم خوره، نسل آینده خوره در اینمی فرهنگ غنی و با شکوه خود برگردانیم. ما فرهنگ ما بهترین فرهنگه، اما ایده معنانی یک تعداد میگن نجات خود نگین، قوم خود نگین. ما نمیگیم ما برتر، ما میگیم هزار لعنت به کسی که خود از دیگران برتر میگه، از نظر انسانیت، از نظر حق بشری برتر میگه، هزار لعنت از او. اما این دستاورد ما در ما یک توانایی داریم. یک نفر هست می مثلا 400 کیلو وزن رو ور میداره، ما 40 کیلو رو نمیتونم. خب اون نفر وزنه بردار ده، وزنه برداری باید اونمونو بفرستیم. یک نفر سرعت دوندگیش زیاد 70 کیلومتر موده و 7 کیلومتر دویدن نمیتونم. یکی نمیشه ما دزو اسودی کنیم که چرا 70 کیلومتر موده و توانایی داره. و وقتی میدان دوندگی حساب میشه باید دوری بری. ما در صنعت، ما در هنر، ما در سیاست ثابت کردیم که توانایی داریم. خب باید بلیم که ما به خدمت کنیم در شما مردم. در مسابقه باید از مسابقه رو کنیم، نه یابو. درسته یابو بار خیلی 5 برابری از مسابقه بار میبره، خب اینو در بار ببر، یا او از مسابقه در بار بره، خب کمرش میشکنه، نمیتونه ایرم در مسابقه. هر کس یک توانایی داره. ممکنه یک نجاتای دیگه خوب در جنگ سختکش بشه یا توحش و خشونت زیادی داشته باشه، در صورتی که در جنگ هم ما ثابت کردیم کس نظیر از ما نیه. ولی هر کس به جای خود باید باشه. انسان برابره. یک باهوشی از دیگران بود،
قدمش روی چشم از ما، اما برابری انسان ها رو ما باید بهش احترام بگذاریم. وقتی آدمی که شعور نداشته باشه، مثل اینی که میبینی مردمش تاگه برلم، خب اینی آدمی که وقتی که شعور نداره اینی رو من میگم انسان شوید، در راه انسانیت قدم بردارید، در راه درست و راستی قدم بردارید، مثل انسان‌های دیگه بتونیم در این جهانی که در سرعت نور پیش موره ما مثل انسان زندگی کنیم. خب ملودهیم یه آدمی که شعور ازی من نمیدونم عقل ازی ممکن 2 ساله هم نباشه، یه آدمی فهمیده چونی نمفهم حرفی از من، یه حرفی از من رو مفهمید خب هرگز یه حرف نمیزد. لالا حمیدی توسلی خب یک شعور میداشت شما حساب همین شما قضاوت کن. خب من همین حرفایی که اینجا زدیم همین آدم اگه شعور داشته باشه می فش میدیه همین این حقیقت بگید. آقا یک انسان درست کار مگر تاجیک باشه، اگه پشتو باشه، اگه عرب باشه، اگه انگلیسی باشه، اگه آمریکایی باشه قابل احترام. ابراهام لینکلن آمریکایی قابل احترام ادمو، نلسون ماندلا آفریقایی هم قابل احترام، اندرا گاندی هندی هم قابل احترام، محمد علی جناح پاکستانی هم قابل احترام. هر کسی که انسانی درسته قابل احترام برای از ما. و اینی عزیزان دل که ما باید با خرد باشیم، با خرد، با عقل، با شعور دشمنی به خود ایجاد نکنیم، در راستای به حساب اهداف دشمن قرار نگیریم، ولی شجاعت خود رو باید برگردانیم. مردم بی غیرت نباشیم، شجاع باشیم، چون شجاعت احترام میره. انتقام باید بتونیم بگیریم. هر جماعتی که انتقام نتونه بگیره او سزاوار تباهی و بردگیه و باید بتونیم انتقام بگیریم. جنگ هرگز نباید جنگ آغاز کنیم، آغازگر جنگ نباید بشیم، ولی اگر جنگ که در ما آغاز کرد باید دندانهاشو نخورد کنیم. چنگیز آغازگر جنگ نبود، اول قبیلهش رو کشت، آمد همون کسایی که قبیلهش کشته بود انتقام گرفت. بعد چین دخالت میکرد در مغولستان، رفت شمال چین گرفت، نامه رو در فغفور گفت که یعنی شمال تو رو گرفتم به عنوان اخطار، به حساب اگر دیگه در ما دخالت کنیم این پیکانم میگیرم. دخالت نکرد در سرزمین ما. فغفور نامه نوشت شما چی هستین؟ سرزمین از ما به وسط اقیانوس های سرزمین شما مشتی خاک و ماسه تو معمار تهدید میکنه. گفت خیلی خب وقتی او رقم در قول درگی روز میدو معلوم میشه. رفت پیکن چرم گرفت. ایران نامه را کرد میخوایم تجارت کنیم، طلا داریم، الماس داریم، کار دستی داریم، صنعتگریم، صنایع دستی داریم، آجیفیل، ما مردمی هنرمندیم، میخوایم در شما تجارت کنیم. نامه شایش هم مر زدیم زاکت، رفت سرخ شد، 400 تاجرش رو کشت. بعد رئی کرد الچی خوره که خون زیار بیدیار رو کشته، او هم گوش بینیش رو برد تحقیق کرد. گفت خب اینالی که در این وضع پس سعی کن. بازم 3 ماه داشت وقت داد، گفت 3 ماه دیگه دست حمله کنم، برو نگوی که غافلگیر کرد تجهیزات جنگ. اونونجی جنگ طلب نباید بشی، ولی اگر نگذاشت، اگر جنگیدی باید مردانه بجنگی، مردانه. من چراغ مولوی مدیر میگفتم نکن، چون میدانستم که مردانه نمیتونه بجنگی، نداره مردانه. یا مثلا حجتی که تیر کرد که من گفتم برو گم شد، چون در اینا ما مردانگی نمیبینم. انسانی که مردانگی نداره، انسان باید صادق باشه. اگر توانی یک کار رو داشتی بلند شو، نداشتی آرام بشی، مرض که نداری که کار که از دست نمیه. چرا بریده او چنگاو شوی؟ نباید شوی. نه آدم که وقتی یک چیزی رو بلد نیست، من فرض کن چی بگم حالا برای مثال در شما، فرض کن چی رو مثلا ما بگم که معمول بلد، فرض کن الکترونیک بلد نیست، بلد نیستم یک گوشی رو مثلا تعمیر کنم. این برم گوشی خراب، گوشی است رو باز کنم، تیکا پارا کنم، درش چنگاوشم که چی شد؟ خب نیستم دیگه. نمو چنگاوم نموشم. چیزی رو که نمیتونن، نموفهمد، توانش ندارن، نباید آدم بیا بگه که دو چنگاو شد. بعضی آدمای بیعقل مثل اونوی دیگه که میگفت ما کامپیوتر ساینسم سواد دارم، یک چیزایی میگفت که دهی خنده آدم میمد. دوستان گرامی، اینی عزیزان که مردم خود رو بفهمین، این حالت دست قرار نگیرین. اینایی که عقلش کم سعی کن عقلش بالا ببرید. اینایی که در مثلا تای منبر نفتوی نادری یا افرادی مثل ازی کسای دیگه هم از راست جمع میشه، 500 نفر، 600 نفر، 1000، 5000، 10000، اینا شعورشان در سطح از آدمه. حرفای از داشت جالب گیر میکنه، ببینیم چیزایی که میکنه اینا برایش جالب گیر میکنه و اونا رو سعی کنین عقلش بالا ببرین.
از یاد دادن چیزی که شما در دیگر رو یاد بدین، چیز شما کم نمیشه، اضافه میشه. علم رو منتقل کن، عقل خورا در دیگر رو منتقل کن، بگذارید عقل از وان بالا به عقل شما بالاتر موره. این یکی عقل است. تو اگر مثلا 11 ساله اگر تو یک نفر 3 ساله رو یاد دادی، عقل چی مثلا 4 ساله شده است، تو 10 نه است، تو بس 14 میشه 15 میشه مورا بالا. و تلاش کنید مردم خورا متحد، اتحاد مردمی از ما را از بین بردن، چون روی از ما کار کردن. ما 700 سال در دنیا حکومت کردیم، روی از ما اینا کار کردن که تا ما چی بیاره در تباهی و بدبختی و چی بکشه. شما حساب کن نفر میگه که ما قومی دوم یا فلان، اینا از بیعقلیه. 35 میلیون کیلومتر مربع وسط امپراتوری مغول ها بوده. 5 میلیون کیلومتر مربع، حدود 70 برابر افغانستان. که شما امروز در افغانستان قوم دوم و سوم یا اول شوید یا دمو گپ بزنید، حدود 70 برابر، حالا یکم بیشتر یا کمتر، 70 برابر افغانستان. شما ما به اندازه 70 افغانستان وسط امپراتوری داشتیم. 70 نه 68 نه اصلا 60 برابر، از او کمتر نمیشه. وسط امپراتوری از ما 4 برابر امپراتوری روم، 8 برابر اسکندر مقدونی بود. چی زمانی بود؟ 600 سال. گیر بازی سال 600 سال. 160 سال یک پارچه بود. 49 سال صلح مغولی داشتیم که در جهان جنگ اتفاق نیفتاد. یک جنگ اتفاق نیفتاد. 49 ساعت شما مرد پیدا کن جهان دستور نگه داره. 49 روز مرد پیدا کن جهان دستور نگه داره. 49 دقیقه پیدا کن یک مرد که کل جهان دستور نگه داره. نیست. چرا میید درباره از ما گپ میزنید؟ ما که مردمی شریفی، مردمی با ادبی، ما مردمی با نزاکتی، مردمی درست کاریم و میگیم بگذارین ما خدمت کنیم. یک ذره خدمت، آبرویی که این امروز افغانستان داره مویم که دزنا میخریم. شما فرض کنم ما رابط ما نباشیم که یک مسخال آبرویی که ما در شما میریم هم که نیست. نستوی نادودی شما اگر شما حسابش بکنه، امو آدم اگر امو مدالم بیاره، امو آدم اگر امو تقدیرنامه هم داشته باشه، امو قدمو رقم شی، قدمو طرز صحبت شما در کجای دنیا میتونده مو را علم کن؟ در کجای دنیا موشه پیش یک نفر امو رو برد؟ یعنی یک تیکش رو من جشتم سیل کن موشه. خبرنگار شما با استعداد به حساب لوح تقدیردار، خب اگر چنین لوح تقدیردارای داشته باشین، اینا که ارزش نداره. اینا درست استعداد ممکن داشته باشن، مغز پوکه، خالیه، چیزی نیست در مغز عزیزان دل. و اینیه که ما نحلی پوف نیم. ولی وقتی که این چیز میکنن اینا از او برای اینگونه غوغا زیاد میشه، من 4 کلمه حرف حقیقت مگم که بفهمید و آگاه شوید. از لباس از ما بفهمید، از خوراک از ما بفهمید، از مردم از ما، از رویش از ما، از همه چیز از ما بفهمید. بعد راجب در تاریخ اداره میان حرف میزنن. یک نفر مثلا آج کاظم یزدانی، سید عسکری موسوی، مثلا تاریخ ملی اداره به حساب کی هم نوشته، تیمور خاوف هم نوشته و بعد یک فرانسوی نوشته و یک تاریخ نویسی چینی نوشته، جیسون جهانگرد چینی، مثلا ابوالفضل الامی. اینا ببین وقتی میگیم آج کاظم یزدانی می تاریخ میگه، یه آدم شاید هم ندرش چیز باشه اما مغز مشکل داره. اکثر تاریخ نویسا بعضیا کلدار نگاره، تاریخ نگار نه، بعضیا تومن نگاره، بعضیا دلار نگاره، بعضیا یک فکرهای آموزشی پوش دیده. ببین تاریخ از خود یک مستندات، یک حسابات داره. وقتی حرفای آج کاظم یزدانی رو سعی میکنه کلش در احتمالات، احتمال نیست. تاریخ یک قوم احتمالات نیست، مستنداته. باید ما مستندات حساب کنیم. یک جای خزاره بوده، یک جای نمیدونم حراره بوده، یک جای فراره بوده، اینا هزاره میشن. نه، هزاره ببین بالاترین سندی که یک قوم چی قومیه، مردم اون منطقه. اون مردم چی میگه؟
مردم ما را چی میگه؟ مردمی تاجیکستان کجایی میگه، مغولستان کجایی میگه، چین همسایه ما ازبکستان کجایی میگه، روسیه کجایی میگه، ایران کجایی میگه، هند کجایی میگه، پاکستان. اینا ما را از کجا میگه؟ اینا میگه شما مغولی. مردم دیگه، یعنی سند از این بالاتر در تاریخ نیه دیگه. هر مردم میدانه که مردمی که در یک آبادی زندگی میکنه میدانه فلانی بچه کیه، پدر بزرگش هم کی بوده یا نمیدانه. قوم هم میره قوم، مردم میدانه که اینی قوم کیه، این پدر بزرگش کی بوده، از کجا آمده، کی هسته. یک سنده. بعد مگه در زمان قدیم قبل از 6000 سال 5000 سال پیش این چهره، این دماغی در اینجا بوده؟ بله بوده، همیشه هسته. بشر در هر جای دنیا از هر قوم هسته، اما یک جای نام میگیره. هزاره از کجا نام گرفته؟ هزاره سرداران هزاره از سپاه مغوله. هر کسی که خود هزاره بگه اون موضوع میشه. حالا ممکنه دماغ عدی نجات از دیگه قوم هم خود هزاره گفته باشه، چون سردار بوده. وقتی یک گروه حاکم میشه یک تعداد زیادی می خود به اون میچسبنه. اما هزاره سرداران از فرماندهان از رده بالا، مثلا لشکر تاتار بودن، ترک بودن که ازبک‌ها و ازبکستان‌های خودن میاد، سردارا مغول بود. سیستم ما بارها توضیح دادیم، بازم توضیح میدیم. سیستم نظامی چنگیز 10 نفر یک فرمانده داشت، 100 نفر یک فرمانده داشت، 1000 نفر یک فرمانده داشت. 10 گروه 10 نفر یک فرمانده، 10 گروه 10 نفری باز یک فرمانده داشت، باز 10 گروه 100 نفری یک فرمانده، 1000 باز 10 گروه 1000 نفری یک فرمانده داشت که میشد 10000 که میگفت امیر تومان. تومان یعنی 10000 که ایران هم یک تومان و 10000 امیر تومان میگفت. یک لشکر میشد. اگر مثلا 100000 نفر بود 10 تا امیر تومان داشت، 10 لشکر 10000. و اونا رو میگفتن سرداران هزاره. مغول بودن که بیشتر اکثرشان مثل خود از ما که الخانیم، از فرزند خود حضرت الخانی بزرگیم، آخرین الخانی که در افغانستان در جنگ عبدالرحمن با خیانتی سادات ملعون شکست خورد. الخانیان هزاره و از اونجا نام گرفته. قبل این به معنا نیست که قبل از این نژاد نبوده، این دماغ نبوده، این رقم مردم در این منطقه بوده نبوده، اینا همیشه بوده، اما نام هزاره از اونجا آمده. خب این مردم باید بفهمن که دلیلش قبل از این دماغ بوده، پس هزاره از خزره گرفته شده، از خزاره گرفته، از یک چرت پرتای دیگه. هزاره مشخص و روشنه. سرداران هزاره در کتاب طوفان زردی که اون ایرانی‌ها ترجمه کردن برین نگاه کنین. که به حساب وقتی که الچیای چنگیز گوش دماغ شما بره می پیش چنگیز نمیشناسه. گفته شما کین؟ گفته ما همراهان الچی است، تو از سرداران هزاره ای. این سند دیگه، سند معتبرتر نمیشه. اونا میره یک چیزایی مثل پشتونا که اسپکان پشتون میشه که اپکان که فلان دستنگ نمیشه، یک چیزای بی خود پیدا مون. ببین مغول، ما خدا میگیم مغول نامغول. اونایی که مغول آدم‌های درستکار سعی نامغول دیگه. شما اگه نامغول فدای سر شما نامغول بشید. تمام این شکل دماغ‌ها خطاره نمیشه. ما خو این شکل دماغ در چین هم زیاده، در چیز هم زیاده. یک قوم هستیم در کره هم هست، در تایوان هم هست، در ژاپن هم هست، در هر جای. ولی همه از اینا هزاره نمیشه. مثل که تمام ترکا و ازبک نمیشه. ازبک ترک است، ازبک ترک، اما ترکا و ازبک نیه. هزاره مغول و مغولا هزاره نیه. همیشه نجات زرد همیشه هزاره نیه. این از یک جای ازبک شده، یک تیریس ترک، یک جای ترکمن شده، یک جای تاتار شده. قوم بندی شده. مثلا تولی غلام سین، تولی شیر آقا، تولی فلان پدرش یک بوده، 3-4 برادر جدا شده. ولی هزاره از اینجا گرفته شده، از لشکر منگوی خان مغول که اینا آمده بودن. 10,000 سپاه بود، لشکر ترک بود، سرداران مغول همی تیر گرفتن به حساب 40 برج بامیانه. بربری که میگه بربری هم درسته. بربری تاجیک ها بربریه. در اون زمان تاجیک نمیگفتن، بربری میگفت. اینا در مراکو هم هسته. مراکو افریقایی همه سیاه. بربری بربرها اونا خود قوم بربر میگن. سفید. یک بار تحقیق کن بنویسین بربرهای مراکو سفیده، دماغش بلنده، تاجیکه. و مادر از ما هم تاجیکه، چون ما سپاه که آمده بود زن نیاورده بود، زنانی از تاجیک زن گرفت.
تاریخ نویس ها هم میره نوشته. مثلا ابوالفضل ایلامی که 300 سال بعد از به حساب چنگیز نوشته، 350 سال بعد اداره ها را از سپاه چنگیز گفته که اینا رفته از زن تاجیک، ترک و تاجیک و به مغول و تاجیک و ترک مخلوده. بله ما پشتون که بعضی هم پشتون زیاد مخلود نیم، ترک، تاجیک و مغول و بعضی اقوام دیگه ممکن باشه. نژاد خالص در جهان وجود نداره. ما اگر نیک بنگریم نیست، تقریبا میتونیم بگیم حداقل 30% تاجیکیم، 30% مغولیم، 30% ترک. 3 قومی. این واقعیت ما تحقیق منصفانه میکنم، مغرضانه نه. تاجیک ها هم جزو اقوام های نزدیک از مایه. حالا ما نمیتونیم مایا رو بفهمیم یا نمیفهمم، ما نمیدونم، چون مادر یک چیزی بسیار مهمه. زن نیورده بودیم ما. زبان فارسی ما از تاجیک های، زبان مغولی و ترکیه که از خود ما که ما آوردیم با خودمون با اینا مخلوط شد. و اینی واقعیت های هزاره. وقتی که نفری که 300 سال بعد از چنگیز تاریخ نوشته، حاجی کاظمی که آمده عالی مینویسه یا سید موسوی که عالی مینویسه، خب ارزش نداره. تو باید راجع به 800 سال قبل تو چی میدنی از وقت؟ بخی اورم خیال بافی کنی، احتمالات بگی، مستندات مهمه. این نفر در زمانی بوده که مغول‌ها حاکم بوده. اگر او زمان دروغ می نوشت خب مغول‌ها او رو پاک میکرد، دور میداخت تو بد کردی. ما از این نیستیم، هزارها به اصطلاح از ما نیست، جلوشو میگرفت. هزارها خوب بود، هزارها این مال تو بیا درباره تاجیک‌ها وقت پشتونا در قدرت، پشتونا تو بیا یک چیز دیگه نوشته بگه هزاره، اون کتاب در آتیش میذاره جلوشو میگیره. نمیلکی وقتی مغول‌ها در قدرت بود، وقتی گفتن هزارها مغول، اگر نمود که ما نمیشد، چون حکومت میکرد. هند مغول‌ها حاکم بود. در هند نوشته که به اصطلاح قبل از یزدانی و اینا که اینا مغول. انگلیسی‌ها در تحقیق نظامی خود نوشته، جزو آرشیوی نظامیشان بود. در کتابخانه انگلیس هست که بور شده، از اول محرمانه بود، محرمانه بور شده تحقیق کرده وقتی می‌خواست حمله کنه، گفته اینا از نژاد مغول و فلانه. و اینا مستنداتیه که واقعیته. وقتی یک گزارش نظامی یک قوم میخواد کشور رو میخواد حمله کنه، اشغال کنه، که دروغ نمی‌نویسن برای فرماندهی خود. حالا این خیالاتی که اینای دیگه نمیدونم روی چی حسابی چرند و پرنده می‌نویسن، ما واقعیت ها رو باید مردم رو بدونن. هیچ قومی بد نیست ذاتاً، هیچ قومی هم خوب نیست ذاتاً. عمل کردی او قوم، او مردم، او جماعت، او ملت که نشان میده که این ملت با فرهنگ خوبه، پیشرفت از نظر فرهنگی، از نظر دانش فکری علمی پیشرفته یا نرفته، عقب مانده. عمل کرد نشان میده. استعداد که اون ذاتیه، اما از نظر فکری و عقلی و مثلا فرهنگی و صنعتی و اجتماعی اینا عمل کرد و اون چیزیه که مردم میبینه که قوم پیش رفته یا نرفته. قومی خوب و قومی بد وجود نداره که ما بگیم فلان قوم چون از فلان نژاد خوبه، از فلان نژاد بده. اما ما داریم میگیم که این قومی که این قدر شکوه داشته و این قدر پیش رفته، از نظر فکری پیش رفته بوده که تمدن ها رو به وجود آورده. از نظر نظامی پیش رفته بوده که در رفته دنیا رو گرفته. یک نفر به آدم ها و وحشی فلان به تمام جهان بگیره کنه نمیشه. یک نفر به اتم بشکافه و هوش مصنوعی بسازه، موارد فضایی کنه آمریکا، باز بگیم اینا وحشی نافهم عمل، در حالی که عمل هم میگه عقب مانده فلان خب آمریکا شده. نه دیگه اونا از نظر صنعتی، از نظر همه چیز پیش رفته که موارد فضایی یا ژاپن یا کره یا فلان که صنعت خوب میسازه. یک گروه وحشی چرا مثلا کوچا نمیتونه برای به اصطلاح موشک کروز بسازه یا هواپیمای بسازه یا مثلا هوش مصنوعی بسازه؟ خب خوب جنگجویه نه؟ و یک گروه جنگاور وحشی نمیتونه دنیا رو بگیره. یک کشوری به اراده، مثلا عرب ها در صورتی که اون رقم بیابانی که اینا میگم نبودن، مردمان تا حد پیش رفته بود، فقط توانست به ایران بگیره. در روم هر چی که زد به جایی نرسید. حالا درسته که دو منطقه گرفت، نتونست بره روم اشغال کنه، نتونست بره چین اشغال کنه.
تا مغول ها نه در هند هم که سالها طول کشید، ولی مغول ها شما حساب که از این طرف دنیا که آمد جارو که رفت دو ته دنیا. این شکوه تمدن، پیشرفتگی نظامی، صنعتی، فکری، اجتماعی، هوش، همه چیز از اینا نشان میده. و امروز دنیا رو ما نگاه کنیم، همین ایجاد امروز دنیا رو شما یک دفعه دمو گوشی های خود نگاه کنین، همین اطراف رو نگاه کنین، ببین چقدر وسایل ساخت دست همین نژاد میبین، چقدر میبین. خب ما موضوع فکری موضوع مغزم بگذارید که ما هم برای شما بسازیم، آباد کنیم، سازندگی کنیم، شکوفا کنیم. از این قطره آبرویی که در شما میخریم امور بوجی آبرویی بخریم برای شما، کامیون آبرویی بخریم برای شما. چرا نمیگذارید؟ مگه مرض دارین شما؟ درخت میوه ما رو قطع کن که قطع کن که برق ندی، که جلو ما رو بگیری، که در آسر ما رو منتکو. این کار مردانگیه، این کار شرافته که شما میکنید. چرا بیاییم ما کار کنیم، زندگی کنیم، هم نفش دمو برسه، هم دشمو برسه، کشور شما پیش بره، خانه های شما روشن شود، جاده های شما ساخته شود، معادن شما پیش بره، صنعت کنه، علم تولید کنیم، صنعت تولید کنیم، تکنولوژی تولید کنیم، فرهنگ زیبای ما فراگیر شود، مثل بهشت شود، مملکت مثل بهشت زندگی کنیم. شما یک بار سفرنامه مارکوپولو رو بخوان، حکومت قبلای خانه میگه فقط میشه با بهشت مقایسه کرد. این 4 تا تبلیغ از دور که چنگیز آدم خوش بود، که چنگیز فلان بود، که این چرت پرتا، برو یک دفعه تاریخ واقعی مراجعه کن، به جایی نمیرسه. امروزی صلح طلب ترین نژاد دنیا نژاد زرد، چین با او هم عظمت خوب ببین حمله نمیکنه. اگر جایی را میخوای بگیره ما رو پول میده میخره، باز دیگه ناراحته که چرا اینا خریده. روسی که به خاطر یک منطقه اوکراین دخون کشیده اروپا رو بده چی دوست انداخته، یا به افغانستان حمله کرد، آمریکا رو ببین کجاها رو بمباران کرد، انگلیس چی بدبختی ها. مسئولترین دوستترین مردم دنیا، یعنی مال خود از اینا میگه که تا 2025 اقتصاد اول دنیا، تا 2030 قدرت نظامی اول دنیا. همین چین کجا تعجب نمیکنه؟ ژاپن توان اقتصادیش نگاه کو، کره را نگاه کو، شمالیش جنوبیش، همون شمالیش هم که چیز بازم که همه تحت فشار جهان توان نظامی بالا داره. و شما بگذارید ما در این مملکت کار کنیم، زحمت بکشیم، آباد کنیم، افتخار بیاریم برای شما. نه اینکه بی دلوید از ما گپ بزنید، نه دیوانه خور بگیر در منش جمع کنین، بعدش هم بگین این چرت پرتا رو نگوین. در نفع از ما نیه، در نفع شما نیه، در نفع دنیا نیه، در نفع آبروی مملکت نیه، در نفع هیچی نیه. تنها چیزی که در نفع از ما این جماعتی دروغگوی، خرافه پرستی، ملحدی که خود سعید میگه برتر میگه نجات پرستی، اینی در ضرر از ما باید نجات پرستی را از بین ببریم. همه ما دیست به دستی هم بگیم این را از بین ببریم. اینی راه درست عزیزان. تا درودی دیگر بدرود.